عجب دنیاست این دنیا میگفت نمیفهم. توکل علی الله. خدایا شب و روزا عیده دیگه، چند تا مشتری خوبم تا قندولی همون که دل ما خبر داری دیگه لیکو دیگه. خدایا چیکار کنیم؟ این لباس از نیارم تیار نکردیم، یک کار دیگه هم بمونده. خدا چیکار حوصله بخی به سر رفته. یکم که خوب مشتری دیگه، یکم که خوب قندولی مقبوله که عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. دیگه چی میگفت به چامون مفتون؟ چی دنیای یک بچه نداره، یک دیگه میاره 10 تا. باز میگفت عجب دنیاست این دنیا. خدایا شکر خدا، رضیم و هم رضایت، هر چی که تو خواسته بشه هم بشه. خدایا شکر. سلام اجی خیاط. سلام نجیبه جان، خیلی خوش آمدید. اجی خیاط بره شما یک دست لباسی بیاوردم. خوب کار کردین. هفته دیگه علابندونی دختر کاکا. علابندونی کی؟ دختر کاکا شما. خب ولی یا بی زحمت امیر بره بپردازیم. یک نمونه لباس هم به تایی هسته. یک نمونه آوردم که اندازه گیری هم از رو انجام بده. امیر لباس شما؟ امیر لباس این پارچه منه. این لباس شما. این مدل آوردی به اندازه. باشه که من یک دفعه سعی کنم که چی رقم چیزی هسته که این رقم میخوره. یک دفعه دستا خب بندازیم. بی خدا جان امور آوردم به قید گیری. همه ببینم که قواره شما سعی کنم شما به خدا. این با قواره شما چی میگی؟ این من قواره شما رو که میبینم اندازه بگیریم بم دامن و القاسی همه جا شدم که من اندازه گیری کنه. نه این به قواره شما برابر نمیایه. این تجربه میگه که این به قواره شما برابر نمیایه. من میگم خود من اندازه شما رو بگیرم. آخه اگه خوش داری اندازه بگیریم حداقل خانم حساب کنیم این چی گپ. خانم ملوت خیاطه. خانم ملوت خیاطه. شما تا حال پیش خیاط نرفته بودی؟ رفته بودم. والله دیگه مرد نماد اندازه زن بگیره. چیکار کنیم؟ حالا دیگه کسی بریم که اندازه شما رو بگیره؟ نمیفهم. امی لباسا رو میبینید؟ این لباس یه از ننه شفقه. خوب. این از دختر بابو جانه. اینا میبینید این میگی لباسا خب من اندازه از نن میگیرم. خب این که دیگه اندازه نمی این به شما میگم مثل شما ولی روز 10 تا اینجا میان لباس از اندازه میگیرم. آخه پس کی میکنه؟ شما اینجا غیر از کسی دیگه میبینید؟ زن میبینید اینجا؟ اگه خانم شما اندازه میگرفتم که دیگه خوب. اگه خانم اندازه میگرفت دیگه من خود چی ماست و یک دست کمک خوب کنان دیشم اینجا. خب بگیریم خیلی متازه بگیریم که مردم نبینم از پشت پنجره. بعد دیگه مردم چی میگن؟ مردم هر روز 10 تا مثل شما به شما گفتم میان اینجا ما اندازه اینا میگیرم. دختر جان به کسی که دختر اجیاشه اینجا استاده مرتضی اندازه. دختر جان که کار خیلی خوبه کردین کاملا عزیزم. کنال خلاص میشه 4 تا اندازه. نجیب جان دختر اجیاشه. باز نمره تلفن شما رو میگم بگیرم از پیش شما. نمره تلفن چه کار داریم دیگه؟ آخه من به کی زنگ بزنم بگم بیا لباس آخه مبارک. زنگ نزنم به شما؟ نه زنگ نمیام خودم میام دیگه خود. شما خیلی مشتری جنجالی بودین. شما خیلی جنجال میکنیم با بیلا. والا دیگه شما هم دیگه یک سری گپ زده ما این اندازه‌گیری کنیم به این تو کارا خوب نیه ما رسم نداریم. نکنیم. رسمی چی نداره؟ اندازه شما نگیرم به شما لباس یا نکنم. آخه چی عجیه. میگه رسمی خانم بیا اندازه‌گیری خانم بکنه. دیگه مرد بی اندازه‌گیری زنه بکنه دیگه عیب ایراده. امی خیاط مثل امی دکتر ولی محرم بادم. آخه دکتر که هست نایاب خیاط زیاده. خب پیش دیگه خیر بفرمایید. انا از ما شما نشد بگید شما خیلی جنجال میکنید. نه شما خیلی جنجال میکنید. دیگه خیاطا رفت وقت خدایا به فرصت نداد. همین مشکلی جنجالی که نگفتیم دیگه. بگیریم. خب بگیریم. چادر خوب در کنید. چه چادر خوب در کنم
دیگه. یعنی این گپه بیا گوش کش دیگه. این گپه بیا گوش کش. البته شما ما این پرن بالا می چادر خوب بپوشید. خود چی رقم بپسند انتظام بگیریم شما. این چی رقم اندازه تو ما بگی؟ اما دست شما معلوم میشه که من اندازه دست شما بگیرم. که نمیشه. خب میگم چادر خب بدر کن که من اندازه شما بگیرم. خفه میکنه خدایا پیر کندری بی یکی جنجال داری دختر جشه من شنیده بودم یه بخزن دیگه لطفا همون چادر خب بدر کنه که من اندازه شما رو بگیرم بگیریم. خب خیلی خوش آمدید. بگیریم. خیلی خوش آمدید. انشالله که بره شما امیت یک لباس تیار کنم که به همین مجلس که بریم شما امیت مردم طرف شما امیت سی کنن همین نرا دهننا امیت سر کشه مایم پرنمه به میکال فامی تک باشه دیگه به چی شم به چی شم انیم استین نجیب جان یم 40 سنت دکان تیار میکنن به خدا ما نامونشون دارم به تایی محله. بله مرم به نوم خیاط عمه میشناسم خود دیگه اجازه از شما بگیرم بگیریم کم دور استادش من نمیبین این که شماره زیر من نمیبینم خب نجیبه جان میگی آخه خدای دیره قرآن شما نوشته کنم یم شونه نجیبه جان 42 خب دستاخی کم باز بگیریم بالا بگیریم کمی دور استادش فاصله خانگاه داریم خب به چی شد بدون قرار مرد هزار گرد میزنه به خودم به سینه قبرستون بفرسته انا خلاص شد یه ذره آخه دلخورگی نکنیم من که خب به شما نشون دادم همینجا به هر روز به 10 تا مشکلی پیش میاد آخه من اندازه از من میگیرم بگیریم که برو دیگه که من کمر شما رو بگیرم اما گرفتم دیگه چی میگیریم بالاتنه بود آخه من چی بگم دیگه به شما بیشرم متالی تو خیاطی ندیده بیلاد ام در 100 تا ده که بشیدم من شما جنجال داریم یک ماهی من لازی گیری کنیم چه که لاف میده دوباره؟ اینجا بگم اندازه گیری کنم دیگه اشته ایران نوشته کنم کجا؟ سری آخر دیگه نمیام توبه که توبه یکی آخر کجا نجیب جان بود؟ خب نه کمر نجیب بود خب دامن چه بلند باشه دامن لکسی بلند که مبرنگ همون پرنه لکسی بلند خب نمای اندازه گیری کنم چه کار کنم خب چه قد شما بفهمم بگیریم تا همینجا باشه خوبه؟ نمای دست بزنیم ما خوبه تیاره اگه دست نزنیم که چی رقم میفهمیم آخه شما چی جنجال داریم خدایا این چی رقم این چی روزی بود این چی 330 قرآن بزنه به کمرزی چیه جیزی خود خلوم که به جیه یک مونده گردن شما مونده بنظرم به یخن شما نگرفتم به یخن شما نگرفتم خب میگم که این اندازه به من معلوم باشه سه کنید شما سه کنید نجیبه جان این یک مدل یک رقم کیت پین میایه یک مدل دیگه ایتونه کیت پین نمیه ایت بالای ایت خلاص میشه من میگم اندازه از بگیرم خب بگیریم و تا خلاص کنم دیگه سرگپ کوتاه کنیم که برات از پشت پنجره مر نبینه مر خفه میکنه انا خلاص میشم دیگه ساچم دور به چی شم خدایا خدا این چشم سفید شماره 50 از دروغ اسم اینجوری دارم از دروغ آخه نجیب جان من که نباید به شما بگم که مکینم آخه من همین کل محل من میشناسم من 4 دفعه به حج رفتم آخه من از کجا شما چی دیگه پا میزنین
به خاطر خانم شما احترام شما نگاه میدار. خدا خب بگی منال بگی که بیام برای پرن خود. این شما بخیر بری کی مایی؟ من شو جمعه ارابندون دختر کاکامه. خب بگین که من جلوتر از او بیام که لباس بگیرم که برم بخونه آمادگی خوب بگیرم حداقل. به چی شم؟ این به شما پنجشنبه بعد از ظهر خوبه؟ خوبه. خب و منتها یک نکته فراموش نکنیم، این ما به حین دخت باز یک دفعه دیگه میگم به شما زنگ بزنیم شما بیاین دوباره که اگر اندازه‌اش آخه میشه نجیب جان میشه گاهی وقتی میشه که اندازه اشتباه میشه، شما میگم یک دفعه دیگه بیاین که من یک دفعه دیگه اندازه شما با دقیق‌تر بگیرم. نه اندازه دیگه نمایی میام میپوشم پرن نمیبرم. اگه امیتی به من تیارگی بگیریم که من بپوشم برم دیگه من وقت ندارم رخصتی ندارم که من بیام اینجا یک دفعه دیگه پرن پرو کنم. به پنجشنبه شب میام برای پرن خوب اجی. خب بنال کار میکنیم، نمره خوب رو بده که من به شما زنگ بزنم. چی؟ نمره خود شما کار برادر شما بگم بیا لباس شما بپوشه. نه به برادر زنگ بزنم میام برای با بیلا بگی ام نمره برادر خود بگی. بیشتر کنیم. 08 51. این خدا بیشتر متکی بود. اسمی چی زیشتر؟ برار نجیب جان دختر اجیاشی. خب اینم نوشته کنیم. نوشته کنیم. خب خیر باش. شب اصل دم اصل میام برات به چیش خیلی خوش میاد. هر وقت خیلی خوش میاد. من تا امیت به شما لباس طول بدم چیکار کنم. امیت که به مجلس که بریم بگن شکیرا آمده. ببینم ما تعریف کنیم. یعنی اندازه ما که گرفتیم والا. امیت به من کار کو نم شما به خاطر لباسام دنگ خب ببینم ما تعریف کنیم. بخیر. خب تا پنجشنبه شد. نجیب جان قریفه شما بفتاد. بسنو کمی پیرن مادر شفقه تیار کردم کسی اکنومی میاد داره امشب جمعه خدا شکر. امروز خوب روزه بود. خدایا شکر. رزیم برزاد. خدا شکر. سلام نجی خیاط. سلام نجیب جان دختر اجیاشی. خیلی خوش آمدن. خیلی خوش. انیمی پرن شما نه. انه پرن شما. بله خود پرن خود شما. تیاره؟ بله یاد بگم زمان دیگه میتونم برم بخونه. یک دفعه اگه بپوشین که من ببینم که اگه عیب و ایراد داره همینجا به شما بگم. یک دفعه بپوشین خاطر جمع باز میریم بخیر به مجلس. بخیر ان شاء الله. بفرمایید. اینجا برو. همین پشت میتونین که برین بپوشین. پرو داره اونجا اتاق پروه. که تازه لباس میگیره. لباس مادر شفقه‌ای بود. یک مادر شفقه بود. ای از شاکوکو جان بود. خوینم که بیان ببرن بخیر دیگه خلاص میشن بخیر از یفته خلاص میشن بخیر خوشی و سلامتی از یفته بخیر خلاص میشن. خب نجیب جان بیا اومدن رزی بودین. این چیه تیار کردن برمه؟ این بخیر یک استینه درازه یک استینه کوتاهی این چیه شما به خودت تیار کردن؟ باش به شما تیار شما خیلی باش به شما تیار یعنی کار نداره. خیر انا دوباره به شما تیار به شما تیار کنم. انا تیار میکنم. شما به درک اجیه چه خیاطا کسی کمی بابا هر بابا انا اینجا باشو پول کنین درست دیگه. خب پرن شده بره شما کم اینجا میگم به شما کم تنگ کنم بره شما. این پرن یانگومه من ایر نما اسم به هم نجا میرم به مجلس میگم پیر اجی چشم سفید آجی چشم پاره آجی قرآن زده. باشه من تیار میکنم به شما. باشه انا میگم تیار میکنم.